مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 26 به 27 دکبر سال 2022 در شهر خوجند در جریان یک شب نشینی کشتار رخ داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، مرد 29 ساله ساکن شهر خوجند شب 26 به 27 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه هنگام شب نشینی با رفیقانش با مرد 30 ساله ساکن شهر مذکور مناقشه و جنگ و جنجال نموده با استفاده از کارد خواجگی 4 مرتبه به عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر و سبب‌های مناقشه خونین دو رفیق شرح داده نشده است. این هم گفته نشده است که آیا این حادثه در حالت مستی رخ داده است. تنها گفته می شود که نسبت به مرد دستگیر شده بر اساس قسم یکم ماده 104 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی گشودند و تفتیش حادثه ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بندهای دیگر ماده 104 برای کشتار همچنان جزا از 15 تا 20 سال زندان و تا حبس عمرباد را هم پیش بینی میکنند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی، در نیمه اول سال 2022 در تاجیکستان از جمله 22 آدمکشی و سوءقصد به کشتار و 64 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی ثبت شده است. در نیمه اول سال 2021 در تاجیکستان 20 کشتار رخ داده بود.